ژورنالیست توجیک نورمحمد رحیمی که اولو در شهر نوسیبیرسک روسیه قرار دارد در یک مطلب در فیسبوک به نام رحیم غرمی کیست یا چرا باید دست از غیبت و تهمت صاحبکاران موفق برداشت. برای زندگی رحیم باباخانوف معروف به رحیم غرمی یک صاحبکار کامیاب توجیک پرداخته است. او می نویسد امروزها در صفحه‌های اجتماعی هر لحظه چشم می تواند به مطلب برخورد که رحیم غرمی کیست و چه کار کرده و یا چرا چنین کرد. این نوشته نیز بیشتر به بلاگران و نو بلاگران روانه کرده می شود که دست به غیبت و تهمت شخصان موفق میزنند، نوابسته از آنه که این عملشان عاقبت خوب دارد و یا بد، یا شاید آنها نمیدانند که آنی را که در بین مردم خاصه مهاجران با کارهای خیرش محبوبیت پیدا کرده و معروف گشته است نمیتوانند با سخن و نوارسی او کرد. در دهه اول سال 2000 زمانی که رحیم غرمی مغازه معروف با نام دوم ایدژده را در نوع دزرژینسک شهر نوسیبیرسک خریداری کرد، اکثر تاجیکان از عمل او حیرت زده بودند، زیرا تا این زمان اکثر تاجیکان در بازار معروف یک لخت فروشی معروف به برخولکای گوسینبرودسکی بعداً مجمع سودای وستوک کار می جستند. منبع درآمد را از این مکان می پنداشتند. بعضی ها حدس می زدند که رحیم بیهوده در این کار مبلغ گذاری کرده است و مفلس شوی او مثال روزی رفشن است. آن زمان هر کسی که در این بازار زیادتر نقطه های فروش در اختیار داشت همان را پولدار و موفق میپنداشتند. باقی مانده تاجیکان قریب که اکثریت در این بازار به عروبکشی مشغول بودند، اما رحیم غرمی نه اینکه مفلس نشد بلکه برعکس توجه مردم و خریداران به چنین مغازه های فروش لباس بیشتر گردید و صف مغازه هایش افزودن گرفت. همین طور در یک مدت کوتاه شماره مغازه های لباس فروشی با نام پلانت ایدژده ایوبوف در سراسر ولایت نوسیبیرسک و دیگر شهرهای اطراف آن افزودن گرفت. سراور چند نفری که با رحیم غرمی رابطه نزدیک داشتند و بعضی دیگر همکار و یا در زیر دست او کار میکردند و بعدا حتی بعضی نفرانی که در مجمع سودای وستوک بارهای مغازه او را جمع آوری میکردند و دیگر تاجیکان نیز در پیروی به او در دیگر منطقه با چنین نام مغازه افتتاح نمودند. رحیم غرمی به مثل دیگر هموطنان ما نه اینکه به کار آنها مانع نشد بلکه به بعضی آنها راهنمایی نیز کرد. به جای او دیگر کس میشد حتما که به این کار مانع میشد و برای گشودن چنین مغازه اجازت نمیداد. طرز درست کاربری، پیشنهاد محصولات فروخته شونده و فراهم آوردن شرایط خوب انتخاب برای خریداران باعث گردید که نه تنها او بلکه دیگر شخصان به او پیروی کردن نیز در این سمت موفق شوند. دیگر شماره تاجیکان عروبکش کم شدن گرفت و صف صاحبکاران تاجیک و مغازه های تاجیکان افزودن گرفت. در این مغازه ها کنون متناسباً از 3 تا 5 نفر تاجیک و پرسناژ باقی مانده روسها با جای کار خوب تامینند و نام تاجیک از تاجیک عروبکش نیست شدن دارد. شماره چنین مغازه ها دیگر بیشمار است که اکثرا به تاجیکان تعلق دارند. تاجیک‌ها در این کارها حتی نمایندگان دیگر ملت‌ها از قبیل یزید و کردها را تنگ کردند. هرچند حالت‌های جای دارد که بعضی صاحب ملکان چنین مغازه‌ها با همتایان تاجیک خود در مورد رقابت دست به گریبان می‌شوند و دشمنی می‌کنند و گاهی حتی به آتش زدن مغازه‌های رقیبانش دست می‌زنند. رحیم غرمی از این حالت استثناست، یعنی گفتن ممکن است که سهم رحیم غرمی در سمت بالا بردن مقام و آبروی مهاجران تاجیک در روسیه بلندتر از سهم یک مقامدار است. کمکش به مهاجران و فقیران نیز بیشتر است. بی‌شبهه امروز یکی از صاحبکاران موفق روسیه و تاجیکستان است. سهمش در کارهای آبادانی و خیر نیز کم نیست. آنی که امروز این صاحبکار طربخانه معروف بورک را در تاجیکستان افتتاح کرد، با این کار نباید از نگاه حسد و بخیلی بها دهیم. متاسفانه بعضی نوشته‌های چند روز اخیر در صفحه‌های اجتماعی به چنین مضمونند: او صاحبکار است و خوبتر و بهتر از ما میداند که در کدام سمت مبلغ گذاری کند. اما افسوس که در خون ما تاجیکان است که هر کسی را که اگر در کار موفق شد حتما به او حسد میبریم و میکوشیم تا به پایش تیشه زنیم، به نامش تهمت کنیم. ما باشد امید داریم که صف چنین صاحبکاران زیادتر گردد تا به مهاجران راهنما باشند و در لحظه ضروری دستگیری کنند و خدا کند که صف چنین شخصان موفق بیشتر گردد.